اسرار خدا لایق هر بی سر و پا نیست، هر بی سر و پا لایق اسرار خدا نیست. خواجه انصار می فرماید الهی اگر یک بار بگویید بنده من، از عرش بگذرد خنده من. هر کس در راه عشق قدم بگذارد عشق را میداند نه غیرش. سبحان الله. مجنون از بیابان گذر میکرد، کسی در نماز استاده بود، از پیش روی نمازگزار تیر شد، نماز خود را سلام داد، گفت ای مجنون، ای کسی که ادعای عشق میکنی، چرا از پیش روی نمازم تیر شدی؟ گفت نماز چیه؟ گفت نماز اینه که من خالق خود را سجده میکردم. گفت با خالق خود عشق نداشتی. من در عشق لیلی چنان غرق بودم که تو را ندیدم. اگر با الله خود عشق می داشتی مجنون را نمی دیدی. سبحان الله. قال موسى لربه يا ربي خلقت آدم بيديك ونفخت فيه من روحك وأسجدت له ملائكتك وأدخلته الجنة وتبت عليه فكيف استطاع أن يؤدي شكر هذه النعم كلها؟ فقال له الله يا موسى يكفي من آدم أنه قال الحمد لله رب العالمين. قال سبحان الله. چی معشوق حقیقی که میگه فذکرونی اذکرکم، مرا یاد کنید که من شما را یاد کنم. الله منتظر توست ای انسان که یک الله بگویی و از جانبش چندین جواب بشنوی. سبحان الله. خواجه انصار در مناجات خود، در اون خلوتی که داشت، از الله چی طلب می کند؟ یا رب ز تو آنچه من گدا می خواهم، افزون ز هزار پادشاه می خواهم. هر کس ز در تو حاجت می خواهد، هر کس دستان خود را بلند می کند. یکی قدرت می خواهد، یکی ثروت می خواهد، یکی زن می خواهد، یکی فرزند می خواهد، یکی عزت می خواهد. خواجه انصار میگه هر کس ز در تو حاجتی می خواهد، من آمده ام از تو را می خواهم. خواجه انصار او را طلب کرد، سعادتمندی دنیا و آخرت از او شد. برادران عزیز و بزرگوار، جز عشق الله و محبت الله و یاد الله همه کارها بیهوده است.